با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوارم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. هم صحبتی من هستند سعدی واریسوف. با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. صحبت امروز میخوام در کتابخوان از مولانا باشد، چون 30 سپتامبر به قول روزی مولانا است، روزی زادروزی مولانا است که در سراسر دنیا امروز گرامی داشته می شود، جشن گرفته می شود. به همین مناسبت میخواستم با شما یک صحبت داشته باشیم اطراف یک موضوع جدید، یک فکر جدید، یک نگاه جدید از مولانا. اولا بگوید که چه حال احوال دارید و امروز در شهر عزیزمان دوشنبه زندگی را چگونه پس سر میکنید و از صحبت قبلیتان در برنامه کتابخوان 3 سال سپری می شود و اکنون فرصت شد که صحبت نوبتی را دایر کنیم. خب چه حال احوال دارید و خودتان را چگونه حس میکنید در شهر؟ خب سلام و درود بر شما و به همه بینندگان برنامه کتابخوان. من شکر پروردگار که خوب صحت سالم زندگی روزمره و همیشگی خود پیش میبریم در پایتخت مملکت به تعبیر شما و سپاس و تشکر از دعوتتان. من بسیار خوشحال و خرسندم که باز فرصتی نشستن در سفره حضرت مولانا برای ما میسر شد. به این امید که بتوانیم از آن دانه های خوب و گرانبهای را هم خودمان بچینیم، هم به بینندگان انتقال بدهیم و یک برنامه بشود که مورد پیشان قرار بگیرد. سلامت باشید و خدا کند که همیشه خوشحال و خوشروزگار و سالم و سلامت باشید و شما همین گونه همیشه پر انرژی ببینیم. به قوله من میخواستم از یک زاویه دیگر به این صحبت نگاه کنیم و به این موضوعی که من در برنامه انتخاب کردم. یک اندیشه رایج است البته در قشری از مردم که همیشه به کلاسیکان ما، به شاعران ما، مثلا شاعران کلاسیکی زمانی گذشته به این طرز نگاه میکنن که یک شاعران بودن که همیشه از اخلاق گفتن، پند گفتن و ترس دادن ما رو که راست بشینید، راست بروید و از آخرت هشدار دادن و همیشه یک جنبه های به قول گویا مایوس کننده، گویا خوشحال کننده، گویا هیچ از آثار برای انگیزش و خوشحالی و خرسندی در این ادبیات نبوده است. البته اونایی که مطالعه نکردن همچین یک نظر دارن و نمیان به این سمت. واقعا ببینیم از این نگاهی که آیا مولانا در همین آثارش و نوشته هاش طنز لطیفه خوشحالی یک چیزی دارد، مثلا در این روزی که در روز مولانا قرار داریم و نگاه مولانا به طنز و نمیدونم خوشحالی و این حال و زندگی این دنیا چی است؟ میخواستم این موضوع را امروز مطرح کنیم. آیا اونهایی که مثلا ضیق و مایوسن میتونن به دنبال مولانا برن و خوشحال بشن از مطالعه این مثلا یا مثنوی و اندیشه های مولانا؟ من یک رسام می بودم، اگر من یک هیکل تراش می بودم و اگر قرار می شد که رسم مولانا یا هیکل مولانا را بتراشم یا رسمش بکشم، حتما او را یک چهره می کشیدم که در لبانش تبسم دارد، یک چهره خوش دارد و هرگز او را با چهره جدی ترسیم نمی کرد. یعنی یک رسم تصویری که مثلا مولانا داریم، یک بسیار یک همون چی میگن، یک ساله بزرگ و یک غم و یعنی سر به پایان سکوت و واقعا هیچ تصویری شده از مولانا ما نمیبینیم برخلاف اون چیزی که شما میگید. و چرا تصویرهایی که از او منتشر شده است معمولا او را بسیار جدی تصویر میکنن که این حق هم دارن. البته یعنی حضرت مولانا از بزرگای هست که پند نصیحت های زیادی گفته است، گپ های جدی زیاد دارد، ولی در عموم اگر بگیریم حضرت مولانا اهل شادی است. یک انسانی که شما تصور کنید که میگه که زیگوری من اگر گندم برآید از آن گرنان پزی شادی فیضای. خودی حضرت مولانا میگه که اگر از خاک گوری من، در سر گوری من اگر گندم ببرای، شما از این گندم اگر نان بپزید، اون نان بخری، تأثیری که اون نان در وجود شما دارد این است که نه اینکه
فقط گرسنگی شما را رفع میکند، شما را در وجود خرسندی به وجود پدید میاره، یعنی تبسم در لبانتان، شادی در وجودتان پدید میاره. و آدمی هست که میگه میا به دف بگوری من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. کسی که بگورش تر به دف دعوت نمیکنه، آیا معقول است که در زندگیش این آدم شاد نبوده باشه؟ حضرت مولانا ما به هر چینه که بگیریم، یعنی از بزرگان هست که با دنبال ایجاد شادی در روح روان انسان ها، در قلب روح آدم ها، و نه تنها این بلکه از بزرگای هست که از طنز شوخی های روزگار خودش هم به بهره نبوده است، با آن توجه میکرده است. یعنی یکی از محقق های همین جنبه در ادبیات با نام اسماعیل امینی، دانشمند ایرانی هست که او همین جنبه های طنز در آثار بزرگان را تحقیق میکنه. این آدم میگه که کتابی مثنوی کتابی هست که هیچ صحیفه آن به طنز نیست. و منظورم از طنز فقط این نیست که مثلا یک شوخی را از یک جای اقتباس کرده باشه، بلکه میگه که هم به آنچه در دور زمانه مولانا به دست مولانا بسیار توجه داشته است و اونا را استفاده کرده است در رساندن پیام و درس عبرت هایی که میخواست از به مردم برسانه، و هم این نقطه بسیار مهم است که میگه هم ایجاد کرده است، یعنی هم طنز نویسی کرده است، هم استفاده از طنزهای موجود در دور زمانش. البته مولانا انسانی هست که معتقد به این، اولش که به دنبال این است که خوشی و خرسندی ایجاد کنه خب در انسان ها، و اعتقادش این است که خوشی و خرسندی در آدم باید درونکی باشد، از مغز جانش برخواسته باشد. یعنی به تعبیر دیگه بگیم به دنبال خنده جان آدمی است. و به این قناعت است که اگر خرسندی و خوشی در درون انسان نباشد، شما از بیرون با هر وسیله بخوای او را بخندانه میخندانیش، ولی درونکی و غمگین است. همون شعری مشهور است که کس به بزم میخواران حال من نمیدان، زان که با دل پرخون چون پیاله خندان. هر کی یعنی میخندد معناش این است که دلش هم خندان، ولی مولانا به دنبال این است که هم خنده جان و هم خنده دهان هم نوا کند. یعنی تعلیمات دارد که شما اونا را وقتی فرا میگیرید، یک آرامش در وجودتان، یک شادی همیشگی در وجودتان ایجاد میکنه، ولی همزمان با این از طنز شوخی ها و انکدوت هایی که در دورش بودن استفاده کرده است. این برای یه چیز جالب بوده است، آدمی نبوده است که از کنار اینها چشم پوشیده بگذره، بلکه استفاده کرده است. و مثال های زیادی هست که ما با در رفتی برنامه از اون استفاده میکنیم. ولی خودی اگر شروعی مثنوی را بگیریم غم انگیز است. بشینو از نه چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالن. یک کتاب شروع میشد با غم، با جدایی، با سوز، و شاید بسیار وقت همین چیز شروع میشد فکر میکنن که دیگر ما کنده میشیم از این دنیا و مولانا فقط با روحی ما کار دارد، با قیامت کار دارد، با آخرت کار دارد و هیچ زمینه های برای زندگی مادی این دنیا در نظر نگرفته است. چرا با این طرز شروع میشود و بعداً میبینیم که در بینها آدم به سوی امید و به سوی آرزوها و به سوی غمگین نشدن و به سوی تلاش و به سوی زندگی میبرد. نمیشه که طرز دیگه شروع شود مثلا با همون چیزی گفتیم با شادی ها شروع شود به قبلش. آخه ببینید مولانا رسالت در برابر بشر در عموم دارد و اونجا داستان خلقت نقل میکنه. یعنی آدمی کسی بوده است که بعد از آن که آفریده شده است در بهشت رفته است، خب با جرمی خوردن از درختی ممنوعه رانده میشه، بعد میوه به این جهان. اینجا مولانا در آغاز کتاب همین داستان که داستان زیاد شادی نیست، یعنی اینکه آدم از بهشت رانده شده، خب اینجا این به حیث یک راوی شروع میکنه کتاب شکی. یعنی وقتی از نیستان ببریدن در نفیر، وقتی که از اونجا که کنده شد، خب جدایی همیشه فراق سخت است، خب غم میاد.
اینجا به حیث یک راوی نقل میکنه که یک داستان آفرینش انسان از همینجا آغاز شد، بعد میاد بعد دروازه های شادی را باز میکنه، ولی داستان از آغاز شروع میکنه. خب یه آدمی هست که اهلی حرکت است، شوری وصال، آرزوی دیدار، اینا هم در وجود آدم پیدا نمیشه. نه؟ علامه اقبال میگه که آدما وقتی سفر میکنن فریبی رسیدن به منزل میخورن، در حالی که خودی همین سفر یک نشاطی داره، یک شادی داره. خب در شعرهای اردویش این هست که ما وقتی سفر میکنیم از همین هیجان شروع سفر رفتن از همین باید لذت بریم. یعنی اینجا گپی اساسی اینجاست. به همین خاطری حضرت مولانا همیشه میسازن ما حاضر در فراق قرار داریم ولی ما به سوی یک وصل در حرکت هستیم، یک سفری که سفری شاد است. بعد ایره در بسیار جاها بعد رو میزنه در داستانها و قصه های گوناگون بعد بیانش میکنه. چرا در شرق در این مردم ما وقتی که ما همیشه میخواهیم از مولانا مثال بریم، از فردوسی، از رودکی و هر بزرگ دیگمون، همیشه میخوایم کسی رو بترسونیم به واسطه شعر هم بزرگا، یعنی یک راست شین و راست رو و عاقبت این میشه و عاقبت اون میشه. ولی شما اومدید از یک موضوع دیگر شروع کردید، میگید که طنزها داشت، شادی ها داشت. چرا همین جنبه شادی آورش یا روح افزا بودنش یا مثلا تحریک دادنش در ما کمتر مورد توجه است و برعکس همین از این سخنش ما برمیاد که در غرب برعکس این است، در غرب میخوان که امید و آرزوها و اون از مولانا بگیرن. چرا این متفاوت است؟ ما دو شناخت داریم از مولانا، یکی مولانا که در شرق میاد ما را تربیت میکنن، یکی مولانا که در غرب میاد تربیت میکنن. چرا این است؟ میتواند ریشه های گوناگونی چی بگیم باورها و دینها و اینا خیلی در اینجا سهم دارند. خب ببینیم مثلا اگر ما شرق در عموم بگیریم، چی با روایت اسلام چی با روایت مثلا بودیزم، اینها میگن زندگی غم است، انسان در رنج است. خب این یکی از باورهای رایج است در شرق. شما مثلا در کلام عمر خیام میبینید، یعنی شما تصور کنید یکی از پیشگامان خوشی و لذتی زندگی در این جهان میگه که گر کار جهان به عدل سنجیده بود، یعنی میگه این سیستم که این جهان در حاکم هست یا زندگی در این جهان بر اساس عدل ساخته نشده است، به همین خاطر اینجا ناعدلی ها زیاد است و اینها غم اندوه با وجود میارن. و همین خاطر باز چی بگیم، یا میگم مثلا گربر فلک هم دست بودی چون یزدان، یعنی او در صدد این است که با آنچه در این جهان است آسان نیست آدم خوشی و خرسندی را به دست بیاره. و همین خاطر است که اینها مثلا این بزرگا خواستن مثلا شادی را در این جهان یک شادی مستقل و ناوابسته از شرایط امکانات ها یا وضعیت احوال گوناگونی که در سر آدم میاد، جدا از اونا یک چیزی پدید بیارن که وابسته این حالت ها نباشه. و این کاری آسان نیست و همه اینا فرا نمیگیرن. به همین خاطر این دیدگاه. ولی در غرب هم این مسئله بحثناک است که ما بگیم غربی ها شادتر از شرقی ها هست. منظورم که جنبه های به هر حال امید بخشیش هم میگیرن، یک تحریک دادن. این منظورم از مولانا اینو میخوام پیش کشم. یعنی نشاطی زندگی ممکن در اونجا بیشتر باشه، خب حرکت اونجا بیشتر باشه، تلاش اونجا بیشتر باشه، ترقیات اونجا بیشتر باشه و اینا را هم نتیجه یک باورها و دیدگاه های هستن که شما راضی هستن. ولی بازم این که انا خرسندی چیست، آیا اون چی ما میبینیم در شرق غرب کجا خرسندی بیشتر است، این با یک مسئله عمیقی انا بحثناک هست که باز یک نیاز باید تحقیق شد فراگیر دارد. درباره خیام واقعا درست اشاره کرد، گفتید که یک شاعری پرنشاط و این که درباره ما میگه بحثی ماش جداگانه که یک کس از او برداشت شرقی داره، یک از برداشت مجازی داره، ولی خلاصه همین شادی ها را جالب جمع بحث میکنند. میگه ابر آمد و باز بر سری سبزه گریست، به باده ارغوان می باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگاه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگاهی کیست. شما وقتی یک نشاط شادی و می و شراب و زلفیار میخونید، یکی می در این موضوع میزنید.
مولانا چگونه است؟ اون تنزی که شما از مولانا گفتید که در اینجا میگید مولانا چگونه است برخوردش باید، یعنی خلاصه مولانا میاد با همون سبزه و گور و خیامت انجام میشد یا طرزی که دوام دارد؟ شادی که مولانا میگه از یک پول به پول دیگر گذشتن، یعنی شادی خیام در گور تمام میشود، یعنی در قبر تمام میشود، ولی شادی مولانا شاید دوام دارد. نظر مولانا چیست به این موضوع؟ خب برای اینجا تفاوتی ریشه است بین دیدگاه مولانا و دیدگاه عمر خیام. خب عمر خیام تاکید به چه بگم لذت های این جهانی و با امید فردا نشده یا در لحظه زندگی کردن یا این چیزا که خب خیلی از گپ‌های درستی هم هستند، اگرچه باز اختلاف نظرها هست که یا منظور او مثلا مای شراب و معشوق حقیقی است یا واقعی است یا مجازی است، ایناش مورد بحثه. ولی بازم اگر بگیریم مثلا خیامی که عیش زمانه را جستجو میکنه و همه را در همین خلاصه میکنه و اینا، درست است که یک لذت های گذرای مقطعی در آدم میتیان، ولی با گذشتن زمان دیگه آدم مثلا از اینا محروم میشه، دیگه نمیتونه با او دور رفته. اما مولانا چیکار میکنه؟ بر خلاف خیام اولش او اهلی زندگی شاد در این جهان هست، چی به معنای عرفانیش بگیریم یا چی به معنای واقعیش بگیریم، حتما تبلیغگر زندگی است، تبلیغگر او علیه تنبلی است. او یعنی مشهورترین شعرش که علامه اقبال تکان داد که دوست دارد یار این آشفتگی کوشش به از گفتگی، یعنی قبول نداره به حرکتی را و تنبلی را، حتی اگر بیهوده هم که باشه، به ثمر هم که باشه، ولی اهل کوشش باشه، اهل خواب کردن نباشه. این فایده نداره من بیهوده نه، حالا میگه بیهوده خدغم بتی و خواب نکن. این تا کدام درجه مثلا اهل حرکت است، اهل کوشش است، اهل زندگی است، اهل نشاط است. آدمی هست تصور برخلاف خیام که در مرگ که همه ترس میبینن، فاجعه میبینن، غم میبینن، مولانا از همون شادی میسازه. این گپی سهل ساده ای نیست. او میگه که ما در این جهان میتونیم یک زندگی شاد و خرسند بسازیم و با مرگمان این تمام نمیشه، بلکه باز مرحله بهتری اون سر میشه، که این گپ ساده ای نیست. یعنی امروز مرشم به یک روز عروسی به فکرم، من خیلی گپی هست که به یک روز عروسی، به روز شادی کمتر انا اینجا میخوام که یک تذکر چون ما از شادی ها رفتیم مردم درستر بفهمن که این اون پریکال ها و انکدوت ها و لطیف های لحظه اینه که ما میگیم شاید اینو در نظر ندارد مولانا، یک شادی همیشه اونا را استفاده کرده است. یعنی مولانا نه با او بیگانه است نه با خب یعنی میگه که به روز مرگ چه تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، جنازه من چوبینی مگو دریغ با دیغی و دوغی دیو در افته، یا بعضیا میگن با یوغی دیو در افته دریغ آن باشه. خلاصه بعد میگه که مثلا کدام دانه در زمین فرو رفت که نخواست، چرا انسانت این گمانگی و عیش زمانه را چی تلخ میکنه، همین که ترس مرگ من میمیرم من چی میشه، این میگه از همین غمات را آزادت میکنه، هیچ غم نخوره. میگه برعکس او یک حادثه غم انگیز نیست، بالعکس یک چیز شاد است. خب برای میگه ما یا به دف به گوری من برادر تصور ای طریقه پی شادی آورتر کی گفته است. حالا ما با بری قبرستان میگذاریم زیق میشیم، ولی با بری گوری مولانا برای تبسم میکنیم. چرا؟ خودش میگه که اینجا که اومدی غمگین نیا. پس این گونه هست. خب اگر ما چی بگیم عمیق‌تر که در اینجا بدرایم، بود مجبوریم که همون داستان خلقت در تصور مولانا ببینیم که میگه ما مثلا از یک جای کنده شدیم، در اینجا افتادیم و اینجا انا داری فراق هست، ولی این فراق که در گوهرش غم هست، چگونه در اینجا ما شادی کنیم. بعد اینجا میاره امید وصل، امید وصال، ولی همه اینا را باز همان گونه که گفتیم از لذت ها و شادی های این جهان کنده نمیدن. برعکس او آدمی هست که در متنی روزگار زندگی و لذت های این جهانی خداپرستی میکنه یا عبادت میکنه یا اینا جدا نمیکنه، اینا را جدا نمیکنه. یعنی انسان نیست که بگیم خلوت گزینی از دنیا بریده غار نشینی مثلا همیشه. بسیار تصور انسان همین گونه است که به اون یک
تسبیح در دست داشت در یک کنج می‌نشست، اهل تفکر و اهل عرفان بود و خلاصه با این دنیا اصلا هیچ رابطه ای نداشت. نه یعنی در متن جامعه بود، یعنی یک دانشمندی بسیار برجسته ای که تا 40 سالگیش مثلا علم های زبانش از بر کرده بود، در نهادهای معتبر علمی مثلا و مطرح بود، یک فقیه بود در هم دور زمانه. بسیار این مسئله مهم بود که آدم‌ها در فقه دانش داشته، بسیار فقیه برجسته بود، یک عالم علم کلام و خیلی از این چیزا را داشت، یعنی و همه چی بگیم درجه های بلندترینی که یک آدم آرزو میکرد در همون روزگار برسه رسیده بود با اونا. بعد از 40 سالگیش این تحول در وجودش میآید. بعد مثلا به دنیای عرفان و تصوف وارد میشه و یعنی این آثار ایجادیاتی که مثلا به ما رسیده بیشتر از اون مرحله زندگیش هستن. آدمی که دو تا زن داشت از مثلا این لذت های دنیا را چشید از میدونست و وقتی هم که یک گپ میزنه اونقدر پخته هست که از یک شخصیتی آگاه و همه طرفه بودنش درک میتیه. شما هیچ وقت همین گپ از یک آدمی نادیده، یک آدمی خام، یک آدمی گوشه‌گیر یا یک آدمی عزلت نشین هیچ وقت حس نمیتونه. شما همیشه در گپ‌های او یک پختگی را میبینید که از حتما در پشت این طریق گپ یک آدمی هست که آدمی غیر عادی است. گفته تا 40 سالگی اهل علم و دانش و مثلا همون فتاوا و منبرها بود، بعداً بعد به عرفان اینا رفت. بعد همین شوخی ها تو همون 40 سالگی بود که دوام کرد مثلا. یعنی ما اگر این باشد که یک جای مسئله که میره در مسیر زندگیش مثلا اگر وقت جوان است خوب دیگر اهل عیش و نوش و مثلا به معنی خوبش البته و اهل خنده است، ولی یک جای به بعد میرسد. من در بسیار از آدمای خودم مشاهده میکنیم دیگر یک نفر که از سن 60 بالا میگه که دیگه یک شوخی به من نمیزه یا که دیگه وقت شوخی نیست. همین موضوع چی خیلی است مثلا در از نگاه مولانا از قضا برعکس است. یعنی او بعد 40 سالگی یعنی این مثلا موازی مثنوی که داره، مثنوی حاصل بعد 40 سالگی مولانا است، نه پیش از 40 سالگی. و ما در همین جا یعنی گفتیم که اون آقای امینی میگه که در هر صحیفش میگه این کتاب است که در هر صحیفش طنز دارد. خب او هم وقتی که تحقیق میکنه بیشتر طنزای را مثال میاره که خب همین شوخی هایی که مثلا عادیه که هر یک انسان میشنوه یا میخنده با او، چیزایی که دهن به دهن خلق میگردن مثلا، یعنی این نمود طنزا، یعنی در سین سال بالای 40 این گونه طنزا را میاره و ذکر میکنه و البته با پیامی که میخواه بعدی آوردن این قصه خنده‌دار به مخاطبش برسانه. من همین در نظر داشتم که مثلا یک انسان وقتی که ما شوخی میکنیم میگن یک حد دارد، یک مرز دارد، که بیننده کتابخوان این خیلی برداشت نکند که مثلا مولانا هم میگه که شوخی هایی که ما گاه بین خودمون میکنیم که در جامعه میکنیم تفاوت داشت. یعنی یک طنزش در برابر اینکه شادی است، خرسندی است، که پیام تربیوی هم دارد به فکر من. یعنی این خیلی است که مثلا یک چیزی که مثلا گفت و خنداند و دیگر رفت، یعنی درست‌تر من میخوام یک واضح‌تر شما شرح بدید که این شوخی ها، این طنز ها، اون مثال هایی که مولانا میاد شاید جای خنده ما را خنده میاد، این تربیت در نهایتش. بله ببینید شما در همین دنیای امروز مثلا آنچه که همچون شوخی پیشنهاد میشه رو تقسیم بندیش میکنن. مثلا میگن ساتیر یک بخشش که اثرای نقد داره، یعنی در لباس خنده نقد پیشنهاد میکنه، نقد اجتماعی، نقد سیاسی و اینا. یک قسمت دیگه مثلا یومر که به هیچ هدفی نداره و به خاطر نقد یگان چی که فقط به خاطر اون که انا بخندانه یک کسی دیگر. خب این گونه تقسیم بندی ها هستن، ولی در مولانا وقتی ما میرسیم، مولانا آدمی با رسالت است. خب یک نابغه بزرگ که انسان مخاطبش قرار میده و پیام برای بشر داره. اینطوری آدم نمیه مثلا این شوخی ها را بگیره همیشه فقط به خاطر خنداندن بگه و بگذاره. اینا هر قدمش برای مولانا، یعنی این طرزه حتی همه شوخی های عادی هم که مولانا میکنه اینا رمز راز دارن، اینا نمادن، اینا یک پیامی در خودشان دارن. یعنی شوخی های هدفمند. انسانی با رسالت هست و از شوخی هم میخواه همزمان با اینکه میخندانه آدم ها را باز یک پیامی را در ذهنشان جا کنه.
آموزندگی دارد، یعنی هم گپ‌های جدی پر از پند نصیحتش و هم این شوخی‌های بسیار زیبا و نمکین خنده‌دارش که در کتابش جا کرده است. خب این تفاوت کاری مولانا در همین است که آدمی که در این کتاب بر علاوه آن همه نصیحت‌های عمیق، آن پندهای گرانبها و پرارزش، این جنبه‌ها را نیز دارد. یک نکته جالب دیگر این است که در همین مثنوی یا برخوردی مولانا به همین طنز و شوخی‌ها در کتاب شاهزاده خردکک میگه بزرگترین کاری که انسان ها نمیتونن برای خودشون بکنن قضاوت خودشون است. یعنی دیگر را قضاوت کردن میتونن ولی وقتی میخوان خودشون قضاوت کنن، یعنی خودشون داوری کنن، این کار براشون خیلی مشکل است. ولی میبینیم مثنوی میبید همون محفل ها، حلقه های رقص سما و صوفی هم خربی رفت و خربی رفت و خربی رفت. مثلا اگر از ما باشه میگیم که این یک محفل مقدس است، یعنی شوخی طنز این نادرست است، این حتما شما رو به یک چیز متهم میکنن. ولی در همین مثنوی میاد همون حلقه های درسی و عرفانی خودشون هم برشته طنز میکشد و این دیگه جنبه تربیتی دارد. یعنی همون قصه وای باید میاد خربی رفت و خربی رفت، وقتی که اونو حلقه میزدن میگه داو میزدن، یعنی از داخل خودشون هم مورد تحلیل قرار میده. یعنی جنبه های وای دارد، جنبه های پیام آوری دارد. چرا تا به امروز ما از این چیز استفاده نمیکنیم؟ مثلا چرا ما از این شادی ها، از خوشحالی های مثنوی مثلا بیایم در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون و رادیو از این جنبه های زندگی سازش بگیم؟ من بار دیگر میگم ما حتی هر مقاله میخوانیم یک چیز جدی، یک چیزی که تمام اگر شما مثلا بیاید حاضر شد این صحبت ما مورد نقد قرار بگیرد که شما اومدید از مولانا میخواید یک کامیک بسازید یا حجم نگار بسازید، من میخواستم درست‌تر بفهمن این آنهایی که این برنامه رو میبینن که شما از مولانا چی ساختنی هستید. حتی در همین کتاب مثلا جای دارد که گپای قبیح مثلا یا گپای مثلا فحشا، ولی این به خاطر اون نیست که شخصیت او زیر سوال به خاطر درک درستی مثلا این مسئله به فکرم چنین است. ببینید مولانا بزرگی و عظمتش در این است که او یک آینه قدنمای انا جامعه در عموم است، یعنی یک جامعه شناسی بسیار تمام عیار است. شما تصور کنید یک آدمی که برای مثال یکی از داستان‌های مثلا پیری چنگیش برای مثال بگیرید، او وقتی میگه که یک آدمی بود، یک عمر اهل صنعت بود، موسیقی بود، مینواخت، ولی خب با گذشت زمان هم پیری بر او غلبه میکنه، هم اجراش سست میشه، هم خریداراش گم میشن، همینطوری این میمانه و بگیم یک اسبابی که مینوازه مثلا به کس کوی به هیچ کس سراغش نمیگیرن. شما تصور کنید وقتی مولانا میگه همین آدم رو وصف میکنه، بعد میبینی آدم چقدر شناخت عمیق از جامعه داشته است. ولی گپ در سر اینجا تمام نمیشه. با ادامه داستان مثلا این میرود در درون مسجد رو به خدا میکنه، میگه خدا من همین قبق برای خلق سراییدم، حالا مین شد، حالا میخوام برای تو بنوازم در درون مسجد. بس اینو یک صحنه ها یک چیزایی هستن که چی بگیم کاملا آدم متحول میکنند. یعنی شما بیشتر میخوای بخوانی بفهمی که این چگونه یک عالم بزرگ آمده است. داستان یک صنعتکاری را که از پا و پر مانده است، هیچ آب دیگه سرش نمیشد، آورده است در اینجا و بعد او آوازه مثلا خیلی با گوشی کی میرسد این عبدالله انصاری و بعد چگونه از اونجا با پیام رای میکنن به این پول میتین که مثلا میگن دیگه در مسجد اجرا یک چیزایی که آخه اینا هستن که مولانا را میسازن و میایه همونجا نشان میده که مثلا ما باید به جوهر انسان نگاه کنیم و این گپی اندرمانده که نیست. خب و شما تصور کنید که امید دلخواه صنعتکار در همین مملکت‌های مسلمانی اگر همین را بخونه خب کیف میکنه، مولانا را حتما دوست میداره و در چهره او یک دوست میبینه، یک عزیز میبینه، کسی که به این خوبی میآید درباره مشکلات صنعتکارا گپ بزنه و به این خوبی راهنماییشو میکنه و با یک زبانی که جز تسلیم دیگه چاره دیگه نمیاد. یعنی اگر امید زنده باشه همینجا همه صنعتکارا میدوند و آواشش میگیرن. او همزمان با اینکه این نقلا را میکنه ولی پیام میده همیشه هدفمندانه از این وسیله ها. شما درسته که در تمام زمینه ها مثل یک جامعه شناس رفتار میکنه. وقتی که درباره
کفتربازا گپ میزند فکر میکنید که با اونش دست کفتربازی کرده است. وقتی درباره قمارباز گپ میزنه فکر میکنید که زمان قمارباز بوده است. باز درباره صنعتکارا گفتید، بله جادوگرا، صنعتکارا. درباره عالما وقتی که کشتی میان میگه شما نه همه میدونید، میگه بله شما نه همه نمیدونید و خدایا کشتی را الله میگه که تمام نصف عمرت برباد رفت. میگه اگر تو کشتی آبوزی نتونی تمام عمرت برباد رفت. یک طنز است، یک شوخی است، ولی در نهایتش ادب است، اخلاق است و پیام دارد. خب چیکار کنیم که ما همین شادی ها رو همون گونه که روزی مرگش، روزی عروسی با نام روزی عروسی معلوم می شود، چیکار کنیم که از داخلی همین مثنوی بیشتر برای جامعه همین جنبه های در زمانی که مایوسی زیاد است، چون زمانی مادیگری در برابر همه دستاورداش واقعا انسان ضعیف میکنه، خرد میکنه، بیریشه میکنه. به قول مولانا برادر تو همان اندیشه ما بقیه هم استخوان و ریشه. چیکار کنیم که برای نشاط زندگی از این پند اندرزهای مولانا کار بگیریم و اون وارد جامعه کنیم، وارد زندگی میکنیم؟ خب انسانهای شاد، انسانهای خوش اخلاق شاد، من فکر میکنم آفرینندگی دارن، اختراعکاری دارن، پیشرفت دارن. چیکار کنیم همین وارد متن جامعه؟ خب به نظر من این جا داره که اهلی طنزی مملکتی ما و همین جنبه رجوع کنن. یعنی شما تصور که من شخصا تعجب میکنم که یک ملتی که مثلا این بزرگا را داشته است و این بزرگایی که مثلا اینقدر طنز در کتاباش اینجا دادن و ضمناً همین آدم من گفتم اسماعیل امینی یکی از تحقیقاتش جنبه های طنز در آثار سعدی است. مثلا اگر فقط همین طرف های طنز یک تحقیق مستقل کرده است. یا مثلا عبید زاکانی، یعنی ما باید یومری ما در همین روزگاری کنونی باید پیشرفته ترین در دنیا باشه. برای این قدر تاریخی با این ادبیاتی پرغنا نه تنها در پند نصیحت اخلاق باورها و این چیزا، ولی حتی در مسئله طنز. و فراموش هم نکنیم که در روزگار کنونی ما این بسیار پیشرفته است، بسیار ترقی کرده است. یعنی هر روز یک ژانری نوی در همین دنیای طنز شوخی پدید می آید. مثلا شبکه‌های اجتماعی را تقریبا ترکانده است این، ولی می بینیم که مثلا در کشورهای دیگر این به شکل نهادینه، به شکل هدفمند پیش می رود، مسئله های گوناگون مطرح میکنه، حل پیشنهاد میکنه. ولی متاسفانه در مملکت ما یا ویژگی انفرادی داره یا ویژگی مثلا یگان گروهی مضحکه ایجاد میشه که او هم یک مدت فعالیت میکنه با سست میشه. یعنی ما امیدواریم که کاش همین جنبه در مملکت ما نهادینه شود و در این سیجام فعالیت کنن. مثلا یک طنز عمومی ملی بسیار خوب پدید بیاید که مثلا بتونه صحنه‌های آموزنده با هدف، یعنی همزمان با اینکه مردم جمع میکنه میخندانه، یک مفهوم هایی را هم در ذهن دل آنها جا کنه، پیام هایی را هم برسانه. مثلا با بعضی از کمبودی ها چشم اونها را باز کنه از طریق خنده و از طریق همون گونه که این کارا را حاضر میکنه. مثلا در یعنی طنز ما در مجموع طنز اجتماعی است. مثلا یعنی خیلی موضوعی خانوادگی و مشکلات اجتماعی را با طنز میکشن، یک پیامایی را میرسانن و اینا خیلی هم بیننده دارن، خیلی هم پیگیر دارن و کاش اینها شکلی پخته‌تری را به خود کسب کنند. یک فکر نمیکنید که از مشکلی دیگر در فهم همین مسئله است؟ یعنی من فکر میکنم که همون طنزهایی که شاید برای شما باعث خنده و باعث خوشحالی باشه کسی درک نکنه که مثلا همین نوشته مولانا طنز بود. یعنی این جنبه مسئله چخیل است. مثلا شما ازی گفتید به سوی قبر با چنگ و دف و دایره بیا، یا دسته مثال از اینا آوردید، شاید از نگاه شما چیزی شادی است یا چیزی طنز است. مثلا قصه خربی رفت اب شاید نفهمد که این یک شوخی است، این یک طنز، خندش هم نگیره، چون ما بسیار با چیز روبرو میشیم، ما میخنده میگیم یه چگم چه خنده ندارد. این چی مثلا یا من یک مثال از مولانا رو نقل کنیم، یک طنزی اونش. در دفتر ششم مثنوی یکی از داستان‌هایی را که حضرت مولانا میاره، این یک مسلمان، یک یهودی و یک مسیحی یک جا سفر میکنه. یعنی سه هم سفر که هر سه از سه دینه. اینا در یک جا میرسن، شب میمانن.
همون روز این مرد مسلمان روزدار است، این دو کسا خب از دینهای دیگرن، اینا روزدار نیستن. بعد در گذشته همیتایی رسم بود که مثلا وقتی یک مسافر یک جا میماند، آدم ها میرفتن مثلا یک نان میدونن، یک آب میدونن، همین سه کس همونجا یک کس میره حلوا میتیه، حلوا هم کمه، زیاد نیست. این مرد مسلمان روزدار طبیعی که گرسنه است. بعد مسئله ای پیش میآید که چیکار کنن این حلوا را. او مسیحی و او یهودی میگن که ما سیریم، انا حاضر شبای پیش خواب ما نمیفارم این شیرینی را بخوریم. اما مسلمان روزداره گرسنه است، خب طبیعی است که ایرا میفارش میخوره. بعد پیشنهاد میکنه میگه بیا امیر تقسیم کنیم. این یهودی و چی میگن؟ میگن امیر تقسیمگر، عاقبت بخیر نیست. آدمی تقسیم میکنه حتما با ظلم راه میده، حتما کم زیاد میگه امی تقسیم بازی تا بیامون خواب میکنیم، پگاهی میخیزیم، هر کس خواب دیدگیش نقل میکنه. خوابی کسی از همه بهتر بود، حلوا حق حلال هم، همه مصلحت میکنن، خواب میکنن، پگاهی میخیزن، خب سر میکنن به نقل کردن خواباش. یهودی میگه که من خواب دیدم که حضرت موسی آمد، دستی من گرفت برد کوه تور، همون جایی که با ملاقات خدا رفته بود و خلاصه و اتفاقات یک نور آمد و خلاصه خیلی همین تصویرهای میکنه که نشان میده که خوابی بهترین خواب از این بهتر هیچ کس خواب دیده نمیتونه. دویم مسیحی، نوبت مسیحی میشه خریستیان، میگه که من خواب دیدم که حضرت عیسی آسمون چهارم فرا آمد، من گرفت برد. بعد نوبت مسلمان میشه، مسلمان میگن تو چی خواب دیدی؟ میگم منم خواب دیدم حضرت محمد صلی الله علیه و سلام آمد، گفت جورهات رفتن آسمان تا قلم خیزم حلوا تا بخورم. میگم منم خیزم حلوا را خوردم. شما تصور کنید در برابر ایتری انا، یعنی من فکر نمی کنم آدمی عادی هم باشد، مکتب نارفته هم باشد ایرا بشنوه یعنی از این چیز بهتر طنز بهتر میتونه از این طنز بهتر باشه. ولی همزمان با این البته حال ما که بسیار کوتاه و مختصرش نقل کردیم، ولی شما اگر در مثنوی براید این خیلی طولانی هست. شخصیت اونا را وصف میکنه، مثلا اینکه اونا آدمای دینداری بودن، آدمای خوبی بودن. یعنی مولانا کوشش نمیکنه که مثلا با این که این خودش نماینده دین اسلام هست تحقیر کرده باشه، مسخره کرده. بسیار خوب اونا را آدمای دیندار نشون میده، آدمایی که مثلا پیغمبراشون دوست میدارن، احترام میکنن و نه تنها پیغمبرای خودشون بلکه پیغمبری مسلمان. اینجا مسلمان مثلا با پیغمبرای اونا ایمان داره، باور داره، احترام داره، قبول، ولی اونا با حضرت محمد اعتقاد ندارن. ولی در این داستان اونا احترام نشون میدن با بگیم پیغمبری مسلمان. بعد طرفی میگن که ای همه خواب خوب خدا دیدی. یعنی وقتی میبینن که هم اگر در سر او حلوا بود، حلوا را زد، بعد میگن یعنی اینجا بعد مثلا اگر که بعد یک چیزی دیگه باز شما تصور کنید که حضرت مولانا در همین داستان طنز یکی از آموزنده ترین گپاش در همینجا میزنه. میگه که هیچ کافر را به خواری من گرید که مسلمان مردنش باشد امید. این گپ بینید شما مثلا این در بین همین طنز را میگه که بسیار پند آموزنده هست که ای کاش هر یک مسلمان در تربیه دینی کودکاش از همین طنز استفاده بر نشون شده که با خواری نگاه نکنند دیگران. چرا؟ چون همیشه یک درها باز هستند، امیدها هستند. بله. مثلا این یک نمونه هست که البته اینجا باز یعنی هم منقدا میگن که در اینجا مولانا مثلا با چند چیز دیگه اشاره کردگی هست در همین شوخی آوردگیش. خب در ظاهر یک انکدوت یادی است، ولی میگه این نشان دادگی هست که در مقایسه با یعنی از همین سه دین ابراهیمی
اسلام جنبه عملگراییش بیشتر است نسبت، یعنی میتونید از این زاویه برین. در اوج این که اونا مثلا احترام با اونا نشون میده و اونا را شخصیت‌های بسیار، یعنی وقتی وصفشو میکنه وصف خوبشو میکنه و صحبت‌ها هم در فضای احترام صورت میگیرن. یعنی اونا میگن که این خوابیت مثلا بهترین است، میگه یا بهتر از خوابای دیدگی ما هست، اونا اعتراف میکنن، یک پیوند ایجاد میکنه و همزمان با این پیام هم میرسونه. یا یک شوخی دیگرش هم مثال میاره، یکی از داستانهای دیگرش یا یکی از شوخی‌های دیگری که حضرت مولانا در کتابش میاره، این داستان یک مرد هست پیر، گرسنه، بی کس، بی کو، حالش بسیار بد، میخزه پیش یک طبیب میره شکایت میکنه، میگه من حالم خوب نیست. با مولانا همونجا با این مهارتش نشون میده که طبیب خیلی تشخیص میکنه یا معاینه طبیب چگونه، مثلا این نبضی انا بیمار میگیره چشمش نگاه میکنه، با خلاصه میرسه که این آدم هیچ بلا نداره، سلامتیش 100%. این یگانه مشکلش همین است که همین اوقات درست نیافته از بخوره. بعد میگه که انا من حاضر اگر دارو برایت معین کنم همین است که یعنی خوراک درست نیافته بخوری، همین احوال بدت نتیجه همون است. بعد میگه که آخه من، بعد میگه چی داری بخوری؟ میگه نه بخورم. میگه خیلی پگای چی خوردی؟ میگه هیچی. میگه شاو چی خوردی؟ میگه هیچی. بعد میگه که خیلی نصف روزی، میگه کم تر خورده بودم. میگه خیلی آدم خوب سالمی، فقط همین دردیته همین چیه انا خوردن ای. و بعد میگه خیلی یگان امکانات داری که مثلا سفر ببرو یگان جا یک فضا را تغییر بدی، همینطوری امکانات داری؟ میگه نه. بعد میگه که من پولی همی چی را نمیگیرم، پولی معاینه و پولی تشخیص من نمیگیرم، لیکن درمانی که من برای تو معین میکنم همین است که ببرا همین کاری که دلت میخواه همون را انجام بدی. این مرده خوبی برای این قدر همی شهر میگرده که میگه خیلی هم شهر کو برامت میتونم برام ای شهر میبرای میره ولی یک دریا همونجا میره که هم مرده که بوز بلا در همون لبی دریا ایستادگی سر روشش شسته است. این همین گردنش درغست، این مرده که همین میبینه گردنش میگه من دیل میگه که همین یه مشت بزنده همین مشت کرولا میکنه یک تمیزنه در گردن همون بزنه ادرونی آو آو میخیزه که این بیچاره را میبینه یک آدمی پیر، یک بیچاره، یک گرسنه، رنگش پرید. میگه تو خی میگه همین پوفت کنه میغلطی تو با قدم سرت منم مش زدی. میگه که من عیبی من نیست. میگه خیلی عیبیت نیست. میگه من بیمارم، من دکتر هم تایی توصیه داده است که کاری دلت میخواست اگر بکن همین درمانی تایی. من اینجا آمدم گردن تا دیدم دلم خواست یه مشت بزنم زدم. من گپ دکتر اجرا کردم. میگه تری گپ نیست. میگه بیام میگیرم پیش قاضی میبره کیرا این نفره وقتی میبینه که مسئله تریش میبرم پیش قاضی. بعد قاضی خیلی گوش میکنه ایره که چی گپ شده است. میگه خیلی جناب قاضی این من نمیشناسم نمیدونم کی است. در لب یا سر رو میشه یا اومد یک مش زد من زدم در آب اینا هم اجام تر این حالم. بعد میگه خب برای چی زدی؟ میگه ای بی من نیست. میگه من بیمار بودم پیش دکتر رفتم، دکتر گفت کار دلت میخواه را بکن. من اومدم همین مرده که دم لب یا دیدم گردنش دراز دیدم خواست یک مش در گردنش زدم این حالا. بعد میگه که خیلی چیکار کرده که دختری تره؟ میگه خیلی نمیتری حالم بده همینطوری. بعد میگه من از دختر پرسید گفتم هیچی ندارم بخورم. همینطوری توصیه داد که برای هم یک تغییر بیاره همینطوری. همینطوری نقل میگه این قاضی بیچاره هم دلش میسوزه. حلنامه میبره. میگه که این یگان گناه نداره. این مرده که زده است میگه که در برای چند پول داری؟ میگه خیلی 6 درهم. میگه که حلنامه ما میگه که 3 درهم تا برور باید بده. این بیچاره یک باره با دیوانه میشه. میگه که قاضی این چی حکمه؟ این چی حلنامه شما میبری؟ من از زده است در آب غلطیدم،
آمدم در اینجا شکایت کردم به جای آن که از او بگیرم من هم اینا بیگناه میبره هم با من میگه که ببرار نیمی پول در این بده. من راضی نیستم با این حلنامه با این قرار سود با این حکم. خلاصه بین این مرده که دعواگر بین قاضی ایجاد گفتگو میشود که در همین حالت همین مردک یک وقت چشمش میغلطه در گردن قاضی میبینه قاضی هم یک مردکی گردن دراز با همین دلش میخواه که امره همش بزنه همین مشتکلای میگنه بزنه قاضی را قاضی میغلطه بابش با بخیزد که دیواده ای تهشیار چی کاری باید که کردی میگه عیبی من نیست. من دختر گفته است که کاری میخواستگی تا بکن. این حادثه که میشوه او دعواگر یکم میبراره همه پولش میگه اجوره این پولا همش ایته حلالت انا بزن بره من یگان دعوا ندارم اگر 1000 درهم میداشت میداد بزن بره میگه او بیچاره جوابش میتن این بعد خلاصه قضیه قاضی. یکی از داستانایی که مثلا یکی از شوخی هایی که مولانا در کتابش نقل میکنه حالا اگر این رمزکشایی کنی مثلا در اینجا چی را میبینیم یکمش یعنی با طبیبا یک نوع پیام میتیه که همون تشخیصی را که میتیه همون آدم درست تشخیص بده در نظر گرفته مثلا. تشخیص بده مثلا این دختر خب تشخیصش میگه تشخیص درست بده باشه ولی حالی او را در نظر نگرفت. بله. و مثلا برای او نگفت که کاری که دلت میخواهد بکن ولی کاری درست بدگیره یک کاری مشروع یک کاری که زیان به کسی نرسد نباشه. درست است که یعنی آدم باید با خواهش دل زندگی کنه ولی خواهش هایی که اینا یک چارچوبه باشه. پس از این برمد همون گونه که شما گفتید اگر به هر سراغ هر داستان رو برویم در همین مثنوی همون گونه که گفتید اون محقق این گپ گفته واقعا یک برداشت های خنده آمیز یک برداشت های خوشحال کننده است ولی در نهایت همون گونه که شما شرح دادید این پیام های روشن و واضح هم دارد که برای تربیت کردن برای درست درک کردن برای درست فهموندن. من فکر میکنم تربیت از راه شوخی به معنای خوب از راه خنده‌ای شد شاید اثری خوبتر داشته باشه از اینکه با ظلم بیاییم یک پیام برسانیم به یک کس با ظلم بیایم بالا یک کس یک اندیشه را بار کنیم و معمولا میبینیم یک گپی خنده بعضن وقت یک گپی همین چیز اثرش خوبتر و سختتر رو برای میگن که هر ملتی که میخواید ببینید که قوی است باید که حجم قوی داشته باشد. میگن قوی ترین ملت های دنیا حجم قوی را دارن یعنی کمی قوی را دارن. پس معلوم میشد این ملت این ادبیات این فرهنگ اینقدر قوی هست که میگونه حجم قوی دارد میگونه طنز قوی دارد. میگه هر جامعه که به حال خودش خندیدن یاد میگیرد به حال خودش طنز کردن یاد میگیرد اون جامعه قوی است. محققان حجم همین هم میگویند. محض به همین خاطر است یعنی مولانا با درکی اهمیتی حجم حتی همین شوخی های دهان به دهان مردم با درک اهمیتی اون است که در کتابش این گونه شوخی ها را جای میتیه. خواننده کتابش هم میخندانه هم به او پند میده هم کتابش جذاب تر میکنه. از هر طرف نگاه بکنی پختگی در کار مولانا میبینی. حسن خاتمه یکی از شوخی های دیگری که در کار مولانا هست. البته اینجا خیلی زیاد داستان ها ولی ما اگر با عنوان نمونه بگیریم مثلا یکیش همون داستان مشهوری بازرگان و طوطی. بله. یعنی یک مردکی مغازه‌دار هست طوطی در مغازش داره طوطی سخنگو که گپ میزنه مردم میپره ای گپای و مشتریاش زیاد میکنه به این واسطه. ولی یک روز میآید که این طوطی پرید است روغن چپ کرده زد از همه نخی مغازه پری روغن. این مغازه‌دار یا این دکاندار قهرش میکنه یک تا میزنه طوطی را پرای بالای سرش میریزن این طوطی کل میشه. بعد طوطی چون سخنگو هست یک روز میبینه که یک کل پیشی مغازه میگذاره بعد طرفی همون کل میگه که از چی ای کل با کل نامیختی تو مگر از کوزه روغن ریختی
بعد با در ادامه میگه که از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پینداشت صاحب دلق را. نه اینجا یک نقل عادی خنده دار میکنه، ولی همزمان با این یک پیام بسیار عمیق را میخواه برسانه و او این است که وقتی ما مقایسه میکنیم، مقایسه های سطحی و رویکی نکنیم، مقایسه های خنده‌دار نکنیم. این که ما یا مثلا یک کاری پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ما در نوشتن شعرشی اگرچه اینطوری است، ولی این را مقایسه هم که میکنیم مقایسه درست کن، قیاسی درست کن. واقعا هم این موضوع خیلی موضوع جالب است و ما بار نخست است در این موضوع صحبت می‌کنیم. شاید در عموم درباره مولانا که اینقدر در تاجیکستان منظورم صحبت ها انجام شده است و مقاله ها نوشته شده، این موضوع یک موضوعی نو است و اندیشه های دیگر اندیشمندان و نفرانی که آثار مولانا تحقیق میکنن منتظر هستیم که از این جنبه ها بیشتر بگن. و واقعا همون گونه که شما اشاره کردید، شادی ها، شوخی ها، اون چیزی که مولانا میاد اون یک چیزی سطحی و رویکی و با مسخره کشیدن یک لحظه نیست. یعنی پیام عمیق دارد، پیامش هم واضح هست و اون میخواد که انسان برای همیشه شاد باشد، یعنی شادی لحظه، یعنی برای همیشه شاد باشد. و همین گونه گفتیم شادی بسیار از اونهایی که فقط منظورشون این دنیا است در جا قطع میشود، در یک لحظه قطع میشد و ناامیدی ها فرا میگیرد و اون گذشت آینده رو تاریک میبینند. ولی مولانا هر چقدر که میروید روشنتر تا همون روزی مرش هم روزی عروسی و قبر هم روشنایی است و میگه گذشتن از یک سطح به سطح زندگی دیگر است. و واقعا من فکر میکنم که داشتن این گونه یک بزرگ، یک اندیشمند برای هر ملت و هر جامعه نعمت است و خواندن و شناختن آن هم یک کاری خوب است. خلاصه صحبت بگید اکوی سعدی صحبت به انجام برسونیم در این موضوع. خب همون گونه که گفتیم حضرت مولانا با هر چینکی که بگیریم، یک مرد شاد، یک انسان خرسند، یک آدمی تبسم بر لب، یک آدمی که هم خنده جان داشته است هم خنده دهان داشته است، نه با شادی های روح و روان بیگانه بوده است، نه با خرسندی هایی که در میان مردم یا نه این شوخی و خنده های سبک عادی. یعنی به عباره دیگر او با تمام انسان های جامعه گپی خوبی خنده‌دار داره که در درونش با پیام هم داره. یعنی مثلا یا طنزهای را در کتابش آورده است که همه طبقه های جامعه میتونن از او لذت ببرن و میتونن از او پند بگیرن و یعنی این اقتباس هایی که مولانا از طنزهای دور زمانش آورده است یا طنزهایی را که خودش ایجاد کرده است با منظوری رساندن یک پیام، اینا از اهمیتی طنز و شوخی در جامعه درک میدن که مولانا این سلاحی مهمه به خوبی به کار برده است. اول اهمیتش درک کرده است، دومی را استفاده کرده است و یک کاش ما همین درس بگیریم که یک زندگی پر از جدیت، پر از زندگی چی بگیم بی خنده نداشته باشیم. یک زندگی که حتی همین شوخی های عادی که در لب آدم خنده میاره، حتی همینا را هم غنیمت بدانیم، همینا را هم استفاده کنیم. و سخن نهاییش شاید همین باشه که مولانا نه تنها زندگی را بلکه مرگ هم یک منظره شاد میبینه و نه یک فاجعه پر غمی که باید سیاه پوشید و ماتم نشست و سوگ گرفت، بلکه برعکس، یعنی میگه با دف چنگ همیشه به طرف مرگ رفت. و ضمناً هم به این باور است که برای ساختن شادی از مفهوم مرگ باور به آن دنیا حتمی است. سلامت باشید و فکر میکنم که نشاط عمر هم یک زندگی خوب هم این از خوشحالی روح، از همون گونه که شما گفتید از شکوفایی از درون برای اگر انسان دست میدهد و این شکوفایی ها از درون با خواندن مولانا، با خواندن رودکی، با خواندن حافظ، با خواندن جامی و اون شوخی های نمکانی آنها برای انسان دست میدهد. ممکن است که انسان با تاثیر عامل های بیرون یک لحظه بخندد، یک لحظه تبسم به چهرهش باشد، ولی در نهایت انسان های به سعادت
سعادت میرسند و انسانهای کامیاب و خوشحال هستند همیشه که از درون به شکوفایی میرسند و اندیشه ما در برنامه کتابخانه است که این رو فقط میتواند مطالعه، خواندن، اندیشه و آگاهی ها این چیزا برای انسان تضمین کند یا کفالت بدهد. یک در آخر میخواستم یک نوید رو، یک پیام رو به بیننده برنامه کتابخوان برسانم که ما تصمیم داریم تیم برنامه کتابخوان دو کتاب رو، یکی این که داستان‌های شاهنامه فردوسی رو بیام قصه هاش بگیم که کدام اونها واقعا واقعه تاریخی بودن، کدامشون واقعه ساخته هستند و این شرح از روی کتاب شاهنامه هر داستان رو علاوه برنامه کنیم به بیننده برنامه کتابخوان پیشنهاد کنیم و این چنین کتاب مثنوی معنوی رو که به شکل نظم است، اون همون داستان هاشه، قصه هاشه به شکل نثر از روی همین کتاب، این کتاب یعنی منبع ما میشه در برنامه. نام کتاب پیمانه و دانه است، نویسنده دکتر مهدی سیاح‌زاده است. من از روی همین کتاب قصه های تمام کلی قصه های مثنوی در این کتاب به شکل نثر آورده شده است و آن رو از طریق برنامه کتابخوان نفرانی هستند که آماده شده استودند با بیننده برنامه کتابخوان پیشنهاد میکنند. من فکر میکنم خواندن آثار مولانا و هر کلاسیک دیگر با زبانی فارسی با خط نیاگان لذتی بیشتر دارد، لذتی خوبتر دارد و در آینده برای اونها که این خط رو خواندن نمیتونن اول که یاد بگیرن خط نیاگان رو خواندن، همیشه تلاش ما کوشش ما این است، ولی برای اونها که این خط رو خواندن نمیتونن در آینده نزدیک این کتاب از خط فارسی نیاگان به خط سریلیک برگردانده میشه. خیلی سعدی بار دیگر با برنامه خوش آمدید. فکر میکنم که یک صحبت ویژه بود، یک صحبت متفاوت بود برای بیننده برنامه کتابخوان. بار دیگر تشکر و سپاس که دعوت رو پذیرفتید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورتون.